Sara. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. ای همشهری بابا بیا زبان تاجیکی هم بیاد کنیم که زبان تاجیکی خیلی گرد زنیم بیا بشین کارو تا یک خیلی بیا بشی بعد بود میکنی خیلی کار دام دیگی من راستی گپ چند روزه یک سوال از خودت دادنی بدم وقتم نشید راستی گپ تو اکای دودرای نداری؟ نه یا کجان ما راستی گپ در حیات یک فرزند وای پدر و مادرت کجادن؟ مادرم گذشتگی های پدرم خیلی در حیات های با قفای زندگی شد ای مادرتون خدا نشانه دانه کنم خب باید کودکی معایده خطی اومده ای چی گپ شی؟ شوهرتون در کجان؟ من راستی گپ خیلی عذاب کشیدم اخیران با شوهرم زده سکر جای رفتن نداشتم زده سرکه؟ برای چی؟ همه خد دختری زیبا رو نخود زده سرکه موی؟ مولی هم هستنم که جوانو هم عروس‌بازی میکرد سلام خیلی آخه مردک نوشیدنشم به عیبش بداخل دایم پیون میوین ای خب که زنک آخه تا که خب کنم فقط خب کنین میگه من خب استادم به همین روزا را آمدم خب که میگی مالا نوشیدن تا بخشیدم شوگردی تا بخشیدم او دخترها کی به ددرنی ماشینه ای سالی خودم کافیده سای زنک بیسوری باد گاب نازانه سال مزانه روزی همه خیر گو او آقا جان هزار رحمت کردم که او آقایی که گفت من با پدری قبول کردم خدا را شکر میگم که او از نزد من برآمد نه که باشد جای زیست نداشتم جای کار نیافتم هزار رحمت کردم که شما در بر ما هستین زیر نشد او دیده تا خوب کن تا وقتی که من در همه جایم من تو را تنها نمیگذارم تو خطی مایی من در برکم فهمیدی؟ احساس توقعی هم نکن احساس تنهایی هم نکن من در بر خب؟ گفتگی بریم دخترچه چی خیلی هایی؟ تمام شده است؟ شکر نشه تمام شده اختیار شده فرزم خیلی میدونم دایی ملک غریب کودکی مایده را تمام کردن خیلی مرا ببخش دیگر علاج ندارم مرا ببخش
چیکار کردن من ندونستم منو بابا ای خدا جون یارا میشم اینم خالی روزه رو بزن خالی پیشمه بوده آره چشم من قاق شد پروانه زهره جان گفتم من در برتم خب روز بکارید که یایی اگر تلاش کردم اونجا تماشا میریم اینجا شهری کلان جای تاریخیش بسیاره تماشا میریم خب فقط زیغ نشه ما هم دیگریمونو دلتی نکنیم هم دیگریمونو دستگیری نکنیم در این ملک غریب کی میکنه ما خب الو سلام علیکم سوزی برادر دوست مرادی بله خودمون گوش میکنم گپ زنه شناختی مرا مایم همسیفت فرهاد همسیف چه خیلی سوزی فرهاد جان تنجی کارکات خوبه فهمیدم آخه سیف هشتی مونده کچیده رفتین شما گپ نیست یا گپ گفتنیم برادر شنیدی نشنیدی همه چای دست رفت بگون پیش شما کار بیام ماله بیا اگه اومدنی باش بیا پیش بعد صحبت میکنیم پیش بعد بفهمون مخیر خای همسیف فهمیدیم که چند کس دستگیری کده گرفته بردای جای کار داموندایشه برام اکن اسی پیش تیمیویم اکن مرا دستگیری که مایل آخه اومدنی باشید با جان و دیل خب امی اومدی مده زنگ بزن تمام قبول همسیف قبول ما در خدمت گم نیست همه بچه ها را کسی را دیدی سلام بگو خش تبارا را سلام بگو اولادا را سلام بگو اینو بچه های غریب زنده باشه خب برادر خب گم نیست همسیف جان خرسان شدم گم نیست خب با بر وقتی خور رفتی زره؟ نه خب
آخه امروز کمتر کارم بسیار بود. کمتر بیشتر خونه آمدم. نه گفتم یک صحبت کنیم. خیر خوبی خوش خوره غمت نتمگه. هیچ کم ندارم. من میدونم. پگه یا دیخه. هیچ کم نه. محل خوب. محل شب خوش خوب. بادا خاطرت جانی من آتشی جان و دیری سوزانی من جاویدان یادی تو همراهی من است ای عزیزی دوری سرگردانی من جاویدان یادی تو همراهی من است ای عزیزی دوری سرگردانی من خوش آمدن همسین عزیز خوش آمدی بوی وطن آورد تشکر ابی خب دوستان عزیز باز هم مردم غریب من با شما توصیه میتونم شرکت محیدین اینا دوستان عزیز مرحمت در این رقم زنگ بزنین شرکت محیدین در خدمت شما سربلند و خانواد باشید در کجای باشه نباشد خداوند یار و مددگار